کسی که گفته ماشین کیلومترش پس کنه فروشم حرام. همین خیلی بچه ها بودن که ماشین های کنه 3 سال 4 سال بعد رفتم کیلومترش چکا میکنه عقیم بگردونده و قصوایی که کارم میکنه فقط جواب بدی بشه خدا ده. بعد چی منه 80 کیلومتر گشتگی خلاص سویچی منه کی کاره خدا های بالانده تو چی میفتی کارت نباشه. قطره قطره جمع شد و بود رمه داشته است. دینه در بازار یک برادر صحبت کردم میگه یک مالی 45,000 رو خریدم دامنا جان برگه که خانم بردمش میانش تماما حبت زدگی هست. سوره انشاءالله خدا خواهد فاتیر آیت 43 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یحق المکر الا بالسیء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدل بها الى الحكم لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. خدا چی میگه؟ مال هاتون میگه در مابین خودتون به ناحق نخرید، با مکر و حیلکتی مالای مردم نشو تو خود تفیده میکنی. این مکرات خدا مکر کنه میتونی. خدا قرآن دا وعده میکنه سوره بقره 286 آیت لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خدا میگه آن چیزی که میکنه میگه کارهای خوب با فایده توست و آن چیزی که ضرر زیان میکنی با ضرری توست. با ضرر من نیست گفته خدا. رجیم ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. خدا چی گفت؟ وای بر حال آنانه که ترازوبان هستند. ولی رسیان بیزنس میکنی کو؟ رسی چیا؟ این مشراب هم رسیان میره گپ رسیان نباشی عروسم نمسم کافرم فن کنی پیش الله نجواب میدی. لیتر بنزین فروش آگاه باش. بنزین فروش کسی که بنزین به فروشی آورده از لیتر زدی خوردگی حرام است. از لیتراش چقدر 800 گرم لیتر میاد انشاءالله. شیرین آب علنش کرد فروختنم انشاءالله روز میتید. تو نگو که مال زبان ندارد. روز قیامت همین مالا در بالا دعوا میکند. سوره خدا خواهد نبأ خوان آخرین آیت شنه خدا میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک الیوم الحق. روز قیامت روز حق است. ایار نبرار حالی پیش من میروی. من میگه خدا تمام حیوانات را زنده میکنم قصدیش از تو میگیرن پیش خدا دعوا میکند. همین بدبخت بود که در دنیا منو دم کرد. همین بدبخت بود که شاط آسر منو رد کرد. چی میگوی بعد؟ حالی قصدیش میگیره پیش الله. نه تو خیال نکن که دنیا حساب کتاب ندارد. این دنیا هیچ کس نمیبیند. اون مال بیچاره امروز سخن ندارد. ساعتش میشود انشاءالله خدا خواهد جزاشه. تو هم برام کنه میمری. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء المرسلين حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم و على آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را
بعد از اون درودی بیادت مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از اون رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت، الحمدلله امروز روز مبارک حج المساکین. الحمدلله الله سبحانه و تعالی فرصت داد، انشاءالله تنی صحت، خاطر جمع، تنی دلی بیغم، تنی صحت و شما عزیزان در این روز مبارک انشاءالله جمعه دیدار یک دیگر و یک دیگر انشاءالله زیارت کردن الله مناسب دید. بسیار به خداوند انشاءالله شکرگزار باشیم. امروز انشاءالله جمعه مبارک، امروز موضوع ما خدا خواهد درباره فریب و فریبگری و جزاهای فریبگری ها انشاءالله چی است، عاقبتش دنیا، در این دنیا و در آخرت هم الله سبحانه و تعالی برای فریبگرها مکر میکنه و انشاءالله چی جزاها است به شما عزیزان انشاءالله گوش راست میکنیم. امید میکنیم که خدا خواهد کسانی که این خصلت ها وجود دارد انشاءالله خدا خواهد توبه کن و برگرد، از خدا بترس. گفتی شاعر بترس ای بنده از قهر الهی، که ترسان است از امور غماهی. به خاطر آر دمی مردن، چی باشد حال وقتی جان سپاریدن. حالی وقتی جان سپارید یک گوی که خدا خواهد انشاءالله خیلی جان میسپاری. همه موجودات دنیا از الله میترسن، از الله سبحانه. اگر توبه نکنن کی فریب میکند؟ کی؟ آدم به ایمان فریب میکند. آدم به ایمان، آدم خدا ترس، از خدا امید داشتگی شخص یگان کس فریب نمیکنه. گرچه کافر هم باشه فریبش نمیکنه. یک ایمان دارم میگوی، لیکن خدا خواهد چی در بازار، چی در سودا، چی در انشاءالله معامله فریب گری استیمی، تو ایمانی کامل نداری. حالی فریبگرها منافقن. منافق گفته دروه، درو دارن اینا را جزاشو دوزخه. خدا وعده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک اسفل النار. من میگم منافقا را دوزخ پستریش نمیپرتامد، ولی بالاترش نه، یکم دیم قواتش نه، هفتم قواتش. برای چی؟ دیده و دونسته گناه میکنی، دیده و دونسته مردم فریب میکنی. از خدا بترس. خداوند در چندین جاها، من خداوند در سوره انشاءالله خدا خواهد فاطر آیت 43 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یحق المکر الا بالسیء. یعنی مکر نکنی شما و دیگر تو. الا مکر میگه چیکار میکند؟ همون آدم خودش یعنی گیر کرده میگیرد. مکر کردنی میگه چی با حیله نکه میگه. مردم ها را میگه با حیله با فریب میگه انشاءالله چیکار نکن، یعنی فریبگری کتی مالاش نخر، چیزاش نگیر میگه باره فریب، باره چی؟ انشاءالله خدا خواهد دروغ. در دین ما شما، در دین اسلام هم فریبگرا این پسترین انسان حساب میشود، پسترین انسان. چونکه باره فریب مال مردم از صاحب خود میکنن، صاحب مال میشوند، صاحب دولت میشوند. خداوند در سوره بقره آیتی 188 میتونی انشاءالله مراجعه کرد. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بینی؟ وتدل بها الى الحكم لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون.
خدا چی میگد؟ مال هاتون بگه در مابین خودتون به ناحق نخرید، با مکر و حیله کتی مالای مردم نخور. با چی؟ با پاره، با ستم، با جبر، غصب، رفتن مالی کسی کشیده خوردن. عزیزانی من ببینید این همش انشاءالله چی است؟ حرام است. زیر آیت همین میگه که با پاره نخور، پاره کتی. بیانی چی میگد؟ با غصب کشیده مالی آوردن نخور مالی انسانه. با چی؟ قیمار نخور مالی انسانه، قیمار بازی کرده. با ریبا پرسین کتی نخور مالی مردمه. عزیزی من، و با قسم دروغ مالی مردم مفسر گفته صاحب نشد. این همش راهی گفته از باطل است، راهی ناحق است، خوردگیت هم حرام است. یاد نبردار. همون پاره کتی میگیری میاری زنت میخورونی، بچت میخورونی، غصب کتی زنت میخورونی، بچت میخورونی، مبادا حج روی امیدی ثواب نکن. اگر خدا خواهد پرسین چیک باشی، رای پرسین کتی پلی مردم میخوری، حج نره، امونجا هم رسا نکن. قیمار کتی امروز تمامی جوانای ما و شما قیمار باشیده امروز. وای فرق ندارد با اشتالین میکنیمی، با یک کارتکتی میکنیمی، با مابین پول که موندی بازی که کردی قیمار است. حتی امروز خاک را برمدیان، این خاکری خودش حرام. تمام مردم ها پلاستیک بدگی پلاش زده ساده دیان. که کارتن امروز آوج گرفت. مقصد چی؟ ملیارد پول به مال میستن که فارد در جا مایدش که میگیری همینا کاداش دزیده دیگر حالتا که پول اینم حرامه. از خدا بترس. مالی کس لذت برد بر کامت، گلوگیر باشد روزی قیامت. انشاءالله مالی کس لذت میگیری خدا خواهد. ششلیکا میخوری، انشاءالله خدا خواهد گوسفند کشته میخوری، آش میخوری هر روز، نگی پگه علا میخوری، بعد زهر میخوری، قاتل میخوری، پس خدا خواهد روز قیامت. در همین دنیا الله درد میتید که دوا نداره. همین دنیا ده خدا خواهد رگ کسل میکنه آشقزان تا، آشقزان تا میده تیکو حتی رگش میکنه که اوای گلن نمیگذاره، اثرها سالها نمیگذاره، 5 سال و 10 سال خدا خودگی تا در همین دنیا ای پتو بینین میبلاره. یاد نبرار. برای چی؟ عالما گفتیان که حلال را حساب، حرام را عذاب. حلال حساب کتاب داره، حرام عذاب داره. از خدا بترس، ترسیده کار کن. پیغمبر گفتند که الراشی و المرشی فی النار، پاره گیرندم پاره دهندم دوزخیه. کسی که باید با میانه را بشه من حلش میکنم. پاره تا من گفته بود خدا خواهد اینستیتوت نمیتیم، اونیورسیت نمیتیمش، یا من پاره کتیم زمین گرفته میتیم، یا پاره کتی خدا خواهد انشاءالله بچته دوام میکنم. من امروز اکثر بالکل تمامی خدا خواهد کارخونه همش پاره شید. عادی کارگر کارخونه مدرانگوی $1000 تی گفته سه. حروم نیست؟ عادی کارخونه درای، عادی دانشگاه درای، این حرام است عزیزان من. از الله بترس. این دنیات هم نسوز، آخرت هم نسوز. نمازت قبول نیست. برای چی قبول نیست؟ برای چی من میگم که کسانی که حرام میخورد عبادتش قبول نمیشود؟ سبب که بدن پاک فرض است.
نماز 12 فرض متفق علیه است عزیزی من. دوتاش در تن است. لباسی پاک $100 خدا خواهد کجا پوشیده ساده ای پرسنت ای ریبا ای مکر و قسم حلاله میگوه یا آش خورده است خونه دارو پل آرد آورده ساده گوشت آورده ساده میگوی حلاله حالا نشو تو خود تفیره میکنی. این مکرات خدا مکر کنه میتونی. خدا قرآن دا وعده میکنه سوره بقره 286 آیت لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خدا میگه آن چیزی که میکنه میگه کارهای خوب با فایده توست و آن چیزی که ضرر زیان میکنی با ضرری توست. با ضرر من نیست گفته خدا. خود تو نی ضرر بگیری. آره نشو. دیده و دونسته مالای مردم قسم کردی گرفته شده است امروز. با خدا میگم با سوداگرها بالکل همه چی شد قسم خور شد. والله میگه همین 10 سوم خریدمش یکی 5 سوم خریدگیشه نه گوی با میگه که بیلو میگه با سه وای قسمی ای. این قسم بزرگ در اسلام ای. نخی قسم خود دشمنی خدای پیغمبری بزرگ گفت نخود هیچ کس مجموعه یا ما همینجا ساعتا صبح میکنم یا بار والله میگم من میگم که مردم برای چی کار میکنی میگه باور نمیکنه مرده برای باور نکنه باور نمیکنه من زنم یا نموندم در کار می وای باور نمیکنه خونم حرام کردم در کار می یا ایمان ما فروختنم در کار می همچنانش دسته قرض گرفته ساده وقتی که قرض دادنش بشود زنک بینود بعد زنم فلان شاه میگه 3 تا شاه میگه نوزم بالله من میگم بچه هم در تگی نکنم میگم من فلان نکردم. امروز چوه همه شید چوه تمام مردم شید چون که خدا نترسیه این همش دلوغ ای خدا ترسه میبینیش ریشه مونده تصویر در دستش باطن رسوا گفتی شاعر میگه ظاهرت نهایت بکار ظاهری نهایت بکار باطنی مبارا از غبار در دل چوکجیست روی بر خاک چی سود چون زهر بر دل رسد فریاد چی سود تو ظاهری خود بجامه آراسته ای دلهای پلید تو جامعه پاک چی سود. بهت نمیگه ریشم دلم که 1 متر تصویر در دستش درون کچک بچه درون ضد اسلام کار کرده ساده درون تروریست امام ها را گنده میبینه پیشوا را گنده میبینه دامله ها را گنده میبینه اهل ایمان را گنده میبینه وای جنتی روز در زمین موندن فایدهش نیست. نمازم خدا قبول نمیکنه یاد نبرار. تو خیال میکنی که 2 رکعت نماز خوندی و خدا خواهد چه تصویر در دست جنت برفتی ولی جنت میلیون وظیفه در پیشانی ولی چند امتحان مگذری حالی امتحان الهی مگذری حالی هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند ولی 100,000 امتحان نکنه حالی با تا آدم مردن چقدر امتحان ها در بالا تکنی آیا ای امتحان های الهی مگذری می نه صبر میکنی می نه یک بالا مصیبت میت یا بچه تا یک ماشین میزنه بچه مرد برفتی ای بالا سود بازی کردی تو مینوس برفتی خیلی دعوت کن القدر خیری و شری من الله تعالی که جاشی نکن خونده میگردی تقدیری نکی ای بعدی ای خدای او بیچاره ترمه کردی سود بازی که رود شب همون نمازت نکن تولی ایمان در قلب جو نشیده تو برای انو سعودی عربیه برای انو مکه برای تمام ماشین نیمش نیست پچک مچک تقی میزنه کاری الله من الله الى لقاء میروه موریبت در گوش کشته مینیسا فیروز که اوچسکه فیروز که گایا فیروز که دوای
وجمعت که با اون طرف رفته سه که تلفن کرد باید تلفن میکنه تخالی دو باشه سهش گواه کرد خدا داد اومد و تخالی هم میگرونه بعد جواب میدی پیشی الله نه خیال نکی که خدا نمیبیند ناحق کار نکه در هیچ جا یاد نبرار امروز چی با کاری که امروز خدا خواهد انشاءالله بازار من برای شما سیستمش میگم امروز بازار بالکل فساد خدا 14 عصر پیش دونیست و این آیت مبارکه فرسون در سوره پاره 30 فرسون خدا چی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون خدا چی گفت وای بر حال آنانه که ترازوبان هستند ولی راسیان در بیزنس میکنی که راسی چیا مشرابم راسی هم میره گپ راسی هم باشی عروسم نمسم کافرم فن کنی پیش الله نجواب میتی خودش میگه با روایت داره بالا شخص رو میکنه پیش نبت کدام سایدی مونده یک بلوگر یک چیزا پرتافت یک زنی سوداگری روسیا در تا سیوای میدا و تیور کرده موندگیه پیشش کامیرا گفتگیان در پیش می سیوای خشتو کرده سکه چینده ساده و او چیزی که دیدی خالتا میپرد ای خالتا گرفته بعد دیتا دولش انمی فیده بای یا که میگه ترازه میکوه درش یا ترازه با پاش که بندک میکنه در چه استاده خداش میگم با بندک رگه یا که در تاش یک چیز کنوب کرده میچسبونه مقصد چی؟ یعنی زیان فروشه 1 کیلو 800 گرم کم میفروشه این خدا چی گفته سینه من نگه کرد اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وقتی که میگه ای مردم میگه مالا میگیرن پر رش میکنن پر را عموما پر را کی با بولاش نزویتی هم میگیره با یک مدش برو اگر های چی نمیشه کوخی خودش نمیگه خدا افته سینه کی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اگر ای آدم ها میگی تکشن پر را میگیرن ولی با بعضیش میبینی کچکه خر اگر با یک تی چکن ایسا کم میمونن اکم نمیگه با پرتوش خودش اوچه زدگی 200-300 گرمی زایتیش زایت نه خدا گفته سه اویز کال و وزنوهم یخسرون وقتی که میگه با مردم بفروختگی میشون بعد فریب میکنن میگه بعد ترازه نیرنگ میکنن میگه میکوه تشبت 200 گرمش میزنن یا نمی من خدا گفته سه نه 14 عصر پیش ما دونیست که زمانی میاد که تمام مردم حقی مردم خور میشود همش ای ترازو میزنن از لیتر میزنن از چنگ میزنن از دانه میزنن مفسرها من چندیشه میارمش یکم انشاءالله خدا خواهد کسی که از ترازو میزنه حالت ویلول کسی که لیتر بنزین فروش آگاه باش بنزین فروش کسی که بنزین بفروشی آورده از لیتر زدی خوردگی ترام است از لیتراش چقدر و 800 گرم لیتر میفتی خودش 1000 سو مونده بالاش نفروخته سادش ای پول خورده است یک گفت چوبای لیترش میخری یکه خودش 7000 خریده سادش 8000 فروخته استش هوای خور میشود تا که توری تک آمردمه از لیتر زنی ویلول دیم گفتی میزدگی چی شو از میتر میزنم با ولی متریال فروشا اپات باشه رفته گوش اینا چقدر یستوفون نکردن اینا یستوفون شو وقتی خریده است خلطم کرده میگیفتیان بعد فروخته سینه بعد غازش میدونه این بدبختی بینه برای فایده خودش خلطم بعد برای مردم درازش میکنه با کشولش میکنه هرچی با
1 متر 80 گرم برای وای بر حالت متففین. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد یا که از دانه میگه میزنه دانه که شمول که میتین کن دونه بای فروختگی سای سودا های دونه بای همون دونه که 10 تا تین 9 تا میتین یا 50 تا دلار یک بار 45 تا میتین 5 تا میزنه می وای بر حالت. یکی دیگرش گفتین خدا خواهد انشاءالله شیرین آب علنش کرد فروختن هم مکر. کسایی که شیر فروش هستی، قطیق فروش هستی، روغن فروش هستی، مردم فریب نکن. شیری اگر کشیدگی تا تازه گو جا دوزخه. استاد مونم شیری خدا خواه 1 لیتر خدا خواه 0.5 لیتر کرده اوش خوشگوار. خداوند روز قیامت این شیر فروش ها را محکمه سعودیش حاضرت بکنه. خداوند همون شیر تا می آورده زنت کتی. خب زن شیر فروش بود می خانی شیر ای او جدا کرده. تو در دنیا چی کردی؟ مردم فریب کردی. یک روایت به یادم اومد. یک انسانی خدا ترسه یک آدم چوپان بگیرد گوسفند پا وظیفه‌ش همین که بیگاهی شیر آورده خوجهش شهرشون میرسونه. وقتی که میاره میبینه که شیر او عرلش داره میگه در خدا نمیترسی نه که کاره تو مردم خیانت داری پیش الله میگه کارت نباشه تو وظیفه جوشیده آورده رسوندن دیگهش که کارت نباشه. خودت سالها میگذرد اولی بهار میشود میگد اولی بهار شدن بعد میگد یک باره گوسفندا چرانده مثل که خدا حق سبحانه و تعالی قسم بهار باران امر میکنه عیناً همون جای بعضی همون گوسفندان ده یا باره باران نباره سیل می تمامی گوسفندا را میکشه و قسم بیگه خلاقت یک سطلچه خالی بعد بیچاره فرماده میآید پیشی حرم خور میگه خیلی میگه شیر کجا شد میگه میدانی گفت میگه من چی گفت آدم در وقتش نکی کاره خدا های بالانده تو چی میفتی کارت نباشه. قطره قطره جمع شد و بود رمه همون خوردگی ها جمع شده خدا بولان جمعش کردن گرفت یه باره خدا خواهد من 500 تقیید گم شد برفت که بلا زدت تو نگو که ای مردم میخرم و خدا نمیدونه این خدا انت خدا خواهد انشاءالله ساعتاش میزنه که خدا خواهد آبی دیداتا میریزونه این فکر میکنه خدا خواهدم یک 10,000 دلار تا گم کن تمام خدا خواهد اینسول شده پنریزان شده خدا خواهد یا فراد سوخته گریه یا خود دومده افکن دخته انا مالی مردم. حضرت عمر میدانی شبها شهر دور میزدن. حضرت عمر میگه کوچیک دیگزش که مادر و دختر بحث داره. مادر که دختر جان زندگی ما ایوی همین شیر است یک میده آب دار عرارش کنیم هرچی باز زندگی با یک 2 سم 3 سم زیاد میشه زندگی می خوب میشه. دختر که میگه خدا تسبت گفت میگه مادری جان حضرت عمر قرار برآورده کسی که شیر علالش میکند جزدان به کشیده میشود و میگه در این ساعتی 2:11 شب عمر خوابه. عمر در که جا ما دیده که ما او علالش که مینه خیر خدای عمر نبینم الله عمر نبینم خدای عمر الله دیده است که منو تاب مناظرمونه. عمر در چشته که دیوال گوش داره نمان میگه مادرش آب عرالش کنه همون در از زمین که کر میگه حضرت عمر پگا آمده همون دختره بچهش کلین کرد که این خدا جوه بینین عزیزان من تو خیال نکی که ملا نمیبیند دیگر نمیبیند نکی زن تگو الله دیده است زنک شیر فروش باشه یک خدا بترس شیر تازه تازه فروش کشیدگی فروش نزن از لیتر آگاهش کن فهمانش خدا خواهد بلکه خصلت ها هست در ترکیب ما و شما. این شیطان که هست هر نمود فریب میکنه ما و شما را. از خدا بترسن اینا انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش
امروز ما داشته است دینه در بازار یک برادر صحبت کردم میگه یک مالی 45,000 رو خریدم دامنا جان برگه که خانم بردمش میانش تماما حبت زدگی هست. نیکی هم آدم روشت بیادم نیست، اینم حرام است همون پل برایته دیده و دونسته میکنی نه این دروغه. خدا خواهد هر خصلت ها داشتیم ما بالاش خدا خواهد یک وجهش خشلو تاش یک وجه خشلو و مابیش خدا خواهد حبت هم میرزیم. این مکر نیست، این فریب نیست، این حرام نیست، این سودات هم حرام است. منم برادرتم یا برده در کلش با همون برگک زن. کسی که سودا میکنی هوشیار شو، مال میخری، برگک میخری، ماشین میخری، وقتی که خانه میبری نقصاندار است حق داری و عکس کنی، حق داری عکس کن. آره در سر زنبان برگکش تا که دیم بار هم چیز تکرار نکنه، تا اینکه دیم بار با یک مسلمان فریب نکنه. این و نگه داملا جان میگه 45,000 خریدادم نیمش برک چیکار کنم. خدا خواهد و تو فن کردی تو خدا خواهد یک کس فن میکنه. ولی من خدا خودی هم میگه پیغمبر یک کسی که فن کردی فندت میکنن انشاءالله 5 سال و 3 سال بعد تم همین حالت نالی میغلطی. خدا خواهد ای خدا بود تسی بودا بگوش گو عذر گو برادر من امروز شنیدم صحبتی داملا را حرام بدستیم به من نه پلکت خدا خواهد یا ارزانش که بگی و این روزی که ایلو پیش خدا جواب میتیالی. یکی دیگرش خدا خواهد مالی کهنه گذروندنم نه گفته حرام. سراغ شدیدشتگیه نیست فرصت زنگ بازارونده سراغ شدیدشتگیه رای فریب کتی فروخته سادیه. برای چی امروز کسلی ها تمام دنیا را فرا گرفت سببش انمینا است. من شما شهری روس زندگی میکنی اکثرت روسی هم خدا خواهد یک روز هم گذشت داشته و اون مالچی های برک نیکی ما خدا خواهد 5 سال گذشته ولی هم با خوده سینش میکروبا امروز باید خدا خواهد کسلی فشار میشه در جگر کرم پیدا شده سه برک مال. حتی شریعت نه مکروه چیز خورده نمیشه. مکروه چیه؟ مکروه پس گفتگی چیست؟ آب پوف کردی خوردش نمیشه، اوقات پوف کردی خوردش نمیشه. مکروه و مکروه ده بدتره. از خدا بترسی. خدا خواهد گذشت مثالش برو پتاش خودت نمیخری طبیعتت نمیکشه. یک مسلمانی بیچاره فهم میکنی براسیان داتش میاد که همون موله برک برادم پرتیاد بعد مسلمان ها رفته بعد جمع کرده و با آورده بزرگ میفروخته. خدا نمیترسی یک سونفته ایمون تفروخته سته و خودش برد تحلال میبود خودش میزدشو بیچاره درست میبود خودش میفروختش. تو نگو که من او رو صفحه میکنم و گناه نمیگیرم. نه بایم بنده خدا است. حضرت مولا میگن سخنی بد گفتن خطاست مؤمن و کافر بنده خداست. خیال نکی که خدا خط این دی صفحه کردی یا خدا خط خیطه که فن کردی اومدی و خدا نمیبیند ویم جزا داره. یکی دیگرش مالها را اگر کسل باشه صحت گفته فروشت گناه است. یا که مالای کسل خدا خواهد صحت گفته یا که حامله دار نیست حامله گفته. بعضی بدبخت ها نازکشنه به تختشه میزده بدم دم کنه اگر این حامله دفته هر رود سیاه بعضش با دم میکرد یک گوسفنده که از این پوچی که میانش کمک شکاف میکرده نساس کتی دم کرده برادم هر رود سیاه خدا خودم که ورم شده میمری خودت. کاش که الله همون زبان میداد همون حیوانا در بازار میگفتد. انشاءالله روز میتید. تو نگو که مال زبان ندارد. روز قیامت همین مالا در بالا دعوا میکند. سوره خدا خواهد نبأ خوان آخرین آیت شنه خدا میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک الیوم الحق. روز قیامت روز حق است. ایار نبرار حالی پیش من بروی. من میگه خدا تمام حیوانا را زنده میکنم
کستیش از تو میگیرن پیش خدا دعوا میکند. همین بدبخت بود که در دنیا منو دم کرد، همین بدبخت بود که شاد آسر منو رد کرد. چی میگوی بعد؟ حالی قصدیش میگیره پیش الله. نه خیال نکن که دنیا حساب کتاب نداره داریم. این دنیا هیچ کس نمیبیند. اون مال بیچاره امروز سخن ندارد. ساعتش میشاد انشاءالله خدا خواهد جزاش. تو هم برام کنه میمری. کسی مال ناحق خوشاکش نمیدی، ناحق میزنیش، ناحق میکشیش، همچنان میمری خودت. انشاءالله تو هم یک کس ظلمش میمری. و دعا میکنه حیوان ها هم در عبادت های خیال نکن. همه موجودات دنیا به یاد الله های و هم الله میگه و هم ذکر میکنه. خدا زبانش نداده، عقلش نداده، خلاص نکی فهم داره، فراست داره، همه چیز داره. از خدا بترس انشاءالله خدا خد. یا که کسی که گفته ماشینه کیلومترش پس کنه فروشم حرام. همین خیلی بچه ها بودن که ماشینه های کنه 3 سال 4 سال بعد رفتم کیلومترش چکا میکنه عقیم بگردونده. و قصه هایی که کار میکنه پاگه جواب بدی پیش خدا ده. بعد چی منه 80 کیلومتر گشتگی خلاص سویچی منه خدا نمیترسی. همون هم سپیدومترش هم 10,000 گشتاش هم 50 100,000 200,000 گوند 100,000 گشتم که متاش خدا خواهد اولیش کردنش مدگی بکنش بگو زدگی این کپاتش نموندم. خدا خواهد شا 15 بار میشیش تا سرکی هرچی که نفهمم کار کم زدگیش نفهمم کاری که خروشیش نفورم فریب عیب شکل نگفتی اون سودا حرام میشه نبراد. تو برمدی عیب ماشین تا نگفتی که ماشینم خدا خواهد متاش تا اونش دیگه جوره. اینا من ای سیب کشی صوفش کردگیم 5 میلیون نمیزه بخدا خواهد 5,000 تیب بگیرش. من کردگی من کرده میشینه نه تیخ میره دروگه 4 تا چیزه میمونیش و میزنیش میگه سبیل بقربی با میگه نواش کودو متار بقربی رود خردتو نخپیده هم. این همش خدا نوترسیه گفته است یا آدم ها. تو خیال نکی که من فیلم کردین 10 روز بعد با او عیبش میآورد یا نمیآورد می خیلی تک پکریوات چکنه او تکی پایینگی میره با همون گیرید سلاز رفته او سوینگی میفرد اکا شبت کرب برین انشین شبت کرب برین چه من شوگه برم تیبینه میگه زدگیه این رساش بومگیه یا نمیگنی خیلی همه که باید تلفونش کنه باشید یه شد یکی روز میگذر سال میگذر خیلی میسوزه خونش خونت نمیسوزه بعد. من یاد حدیث میگم وقت نزدیک است. پیغمبر بزرگ امام ترمذی روایت کرده حدیث من غش فلیس منا والمکر والخدعه فی النار. پیغمبر که صلی الله علیه وسلم کسی که امتی من فریب میکنه و ایمان نیست. تو ای امت نهی هستی. اگر همه صفت ها در تو باشه و توبه نکنی و اون مردم راضی نکنونی تو امتی محمد نیستی. مکر گفت فریب فی النار دوزخ جاش گفت. مکر و فریب که کری جا دوزخ یاد نبراد. پیغمبر گفتن علیه السلام امام ترمذی لا یدخل الجنت خبا. آدمانی که حیله‌گر است گفتن اینا گفتن جنت نمیدرآیند. آدمای حیله‌گر فریبگر جنت نمیدرآیی یاد نبراد. جنت جایی که جای پاکا هی. یک دیگه فریب مال مردم گرفتن نداده کشاله کردن هم فریب است. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. کسی که کسی یک پول میگیره
به نیت ادا کردن. خدا جان همین $10,000 نموتا شدم، همین پول گرفتم که خودت یاردم که شب و روز درگم میگه دادنی هوایی الله یاردم شکره. با تیزتون خدای تعالی مال شنده، چیز شنده، پول شنده، برکت داده. تیزتون الله سبحانه و تعالی مالی و مردم داده از خس خلاص نشده. پیغمبر بزرگوار چی گفتن؟ امام بخاری این حدیثه: و من اخذها یرید التافها التفه الله. کسی که گفته مال مردم گیره و ارادش تلف دادن باشد، در دلش ندادن مال همون مردم باشد، اطفله الله، خدا مال تم نیست و نابود میکنه. هر یکی نیت نوابسته، نیت تقریکه. مال مردم که گرفتی خدا خواهد انشاءالله وعده کردی 10 روز بعد باشد کو برادر خط گرمت نمونده مال مردم ادا کن. ایلا منافق هستی، درو هستی. منافق یک چشم میدی علامتش چیه؟ منافق جنت نمیدونه، اوران نشه. 100 نماز خونده، 100 نماز خون. سوره منافقین قرآن در 114 سوره دردنش سوره منافقین رفته و مطالعه کرد. بخون خودت بچه‌اش ببین. شنیدن که باید مانند دیدن نگه. این دیدن دیگره، شنیدن دیگره. خودت خون همون سوره منافقا خون. چه منافقا خدا چی وعده‌ای وعید کرده. امروز تمام مغازین ها بداد اومده، تمام تراکتورچی ها کم از ایستا بیچاره داد دارن. داملا آوردمش 10 ماشین 2 سال شد فلان نمیتیه میگه. آوردم فلان چیزا شد 3 سال شد نمیتیه. خانه کنه بیچاره ایستا. این ناانصاف در دنیا همون خانه زندگی داره. میگه 5 سال شد داملا جان ایستا هستن جنت. نامش نمیگم. 5 ساله میگه پول من نمیتیهد. او خونه هم خدا خیر در بولود میگرده میمری. و دعا کردن است عروس. و هم بیچاره زندگی داره و هم عائله داره. نتونی نامردی نکن، خودت بکنش. پلتی در دلت نمیشه همی یاد نیستی می خودت بکنش. چی آدم آرده کار فرمی؟ پیغمبر بزرگ حدیث شای حق میگه مردی کار تا عرقش کاکشیدن ادا که میگه. هم کار تشید آلی عرقش در بدن ساده می کاک نشده میگه آل پلی و رچات که. و ما چی میگم؟ 3 شنبه شیوریو فقط 3 شنبه یاد گفتگی 3 شنبه و اگه کدوم 3 شنبه باشه و بیچاره و هر هفته اومدن پیش مردم مثل من سودا میکنم. اوه جور همیتش پول میدادگی تراکتور چیه می کم عزیزه پیش من داد. هم 3 شنبه میتیم افتاد بیچاره عبی چیده پول نداد که بچکش نه کیلو چیز گفتن مایوس گشتن میره. تو هم خدا مایوست میکنه. خدا زده این مومن هستی، این مسلمانی نستی. تا اقل رفته و نمیگه که جان داده جان یا اکا جان امید کنه به یفته نمیشه. نه شید همه 3 شنبه پیش داملا همجا گفزه کشته میگی دمت اندوخته مثل خلاقات انشاءالله داد کرم مثل ما باید خلاقات هم جفته پچکش کتی میتیم روز سیاه خلاقات بچه که خلاقات ببینی 3 کشه باجه گرفته رفته سه. این بیچاره شتک با استفالوچی کم میآید و 1 کیلو گوش میگیریم و 1 کیلو اکسیر میگیریم. این نیرنگ نیستین، این مکر نیستن، این فریب نیستین. ولی تا هم میکنن خدا خواهد انشاءالله. آن چی کردی میگه با مردم خدا خواهد هم میگیری. یه روز تمام که میشه ای مردن روزی میشه. حتی پیغمبر میگه الانتظار و اشد من النار. یک کس انتظار شدن میگه از عذاب نسخته. باور کنین بیچاره چشماش میکنه بالا نگاه میکنه پایین نگاه میکنه نگه گپ گوش ده و گول گپ من باید نمیدونه گوش ده چون که بیچاره پول میکنه میماده شفته همه هوا بوده کلاش از جمعونده است یکی گوش که و میاو بیچاره این 1 سومه یا 2 سومه میگیره و یک تیخنگ یک مسعود جون تگی هم سیف می یک دفتر ده یک کریم جون تگی باید و یوردن کی داره بالتوک و بیچاره بالتوک هم روز صبح یک دفتری پسیده در دباش آکا پلاتی انصاف همین هم یک ایمانه خود نوازده آقای تو قرضی و قرض نیست کو باب میگن که با دستت میتی با پاد میدویازی هم که ما داشته که یک تبا چی ها گفتن همه آدم های گناهگار ها میگفتن که قرض گیری دوات کنن چیز نمیمری
ها چوا که دو کمسه که کار کردن مرپل مبتیه انا مده خیلی با نیرنگا هم پیدا کردن و عجل تومد خدا خواهد می اگر قرضدار بری با خدا خواهد ایشالا جد اسفل سافلی دهی دوزخ خدا خواهد نه در قبر کشنگت میزنن آدم قرضدار جنازه کرده میشه اگر کسی دعوا کنه پیش ما جنازت نمیکنه تا پرشنتی قرضدار رسول جنازش نخونده برفتگی هم خود میکنی که خلاص شدی مردی نه اونجا حالی حساب کتاب های و گوشن دالی خدا خواهد هر میزنن تا پشتی پلا برای در همین دنیا ادا کردنی میگه قرض ادا کردنی حق مردم آسانه برای چی پول داری ماشین داری مال داری میبرین روشینه که فقط چیه میتی پیش خدا انده فقط دعوا میکنن حالی با اما در روز قیامت مفلسا میآیند بی پولا میآیند شما گفتن مفلسا میدونه کیه گفتن بی پول بی چیز روز قیامت همین خیلی مفلسا میآیند رسولا یا پیغمبر ما خبر کی است گفتن نمیخواد آدما قرض و مال کسا خوردگی ها فقط دعوا میکردن ثواباش گرفته به هیچ خدا خواهد نماز خونداش هم دوزخ میره خدا همین خیلی عادله همین خیلی سودت میکنه محکمه حق سود میشه نه حق نی اختم شده است عزیزانی من ان شاء الله امید میکنیم که از این چیزا خدا خواهد ماندم باشد خدا خواهد این خصلتو بید عزیزانی من خدا خواهد پرتیم خصلتو را حلال زندگی کنیم حلال خدا خواهد انشاءالله بخوریم حلال رفتار کنیم حلال گفتار کنیم گفتم که میلیاردر شوی میمری عاقبت زندگانی مردن است آبرو میگه با آبرو نزد مولا رفتن است یک پیش خدا با آبرو بره اگر نمو در دفتری خدا خواهد اشیار گیم که ابدی نمونه دوز یا حروم خور پاره خور پرسین خور نمونه به یک نیکی آدمو با یادت کننم اینم یک بخت خدا خواهد این چی شانی بچه ها مونده اگر بچه ها اومد فخر کنه که بای ما زور بده یا پدری ما خدا خواهد زور بده فخر کنه نگان که پدر چه ما بود نگان پدر عرق پرسین خور بود حروم خور بود گوهم ده یک بار زمین نمیکفه بدرایه سکسه که پدرش نمیفته میشه فخرم نمیمونه چون که میترسه از جا برا گوه میگه حتی با قرض برفت ولی من خدا بترسیم هممون ای الله ترسه امروز عبارت قرضات باشه برا ادا کن نو نخور گشنگی همونو برده اول حق مردم ادا کن که ممکن به قسم بگاه عجل میبرد قسم بگاه خدا خواهد ممکن من یک نیم ساعت بعد وفات میکنم نه الله میدونه من گارانتی ندارم عمرم ده که هم سال عمر میبینم گارانتی فقط الله میدونه چند عمر دارم چند عمر میبرم چند قدر این خدا میدونه برای این عمر که قلیل اندکه کاری خوبه در این دنیا کردم به یک آبرو و یک خوبی ها از این دنیا خدا خواهد گذاریم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشیم آنچه مسئله که ذکر کردیم پروردگارا اولا عمل کردن را خدا خواهد انسان علم میگیره به خاطر عمل کردن برای هر یک ما توفیق عمل و این عمل ها خدا خواهد اجرا کردن خدا نا خودت مناسب بگردانی این برادری که دنجا دست کشایده سادیان چی مقصد و چی آرزوها دارن خود دینی است و خود دنیاوی خدا نا با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی به امارت اسلام شفای کامل قضا اسلام خدا نا خودت نجات به فرزند اسلام فرزندای صالح و صالح کرامت نمایی به بختای اهل اسلام و بختاش نکشاده بگرداری آنانی که از ما گذشتن محتاج یک دعا هستند قبرهاش پر نور آخرش آباد بگردانی پروردگار آنانی که در عزم سفر دارند خدا نا در سفر هستند سفرهای بابرار صحت بودی سلامت با کیسه های پور با رویهای سرخ نزدی خاندان نزدی وطن عزیز برگشتن را الله نصیب بداری سوداگرا را در سوداش هنرمندا را در هنرش کاسبا را در کسب و کارش دهقانی را در دهقانیش خداوند خودت برکات عطا نمایی خداوند در تمام دنیا تینج آرامی صلح و امنیت خداوند برقرار بداری رئیس جمهورم خداوند خودت عمری دراز
رزق فراختنی، صحت، از هر گونه بلاهای ارضی و سمای خدا ناخود در پناه خود نگهبان باشید. تا رئیس ناحیه از برای بهبودن زندگی مردم سعی و کوشش دارند، در سعی و کوشش آنها برکات عطا. این جمهوری ما شما را مثل جمهوری پریخدا شدنش را الله نصیب بداری و این استقلالیت و آزادی که برای ما چه در دین و چه در دنیا نعمت بسیار داد، خداوندا تا قیامت پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقتای نماز خدا خواهد، نماز بامداد یعنی 15 تنده، نماز عصر 5، نماز شام 20 تنده نزدیک رفته ساده، نماز خفتن 8 با شام دیده تا عدیبه تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشید.